Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. تشکر زیاد. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، 9 سپتامبر برای مردم کهن بنیاد، فرهنگ سالار و شرفمند تاجیک یکی از صحنه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی و لحظه‌های خوشبختی و سربلندی می باشد. خلق عزیز تاجیکستان 30 سالگرد استقلال و آزادی کشور محبوب خود را با احساس سرشار از افتخار وطنداری تجلیل می نماید. زیرا استقلال دولتی بزرگترین و مقدسترین نعمت، نشانه عالی هویت ملی، افتخار و ناموس وطنداری، رمزی هستی ملت باستانی و صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک و اساس خوشبختی و سربلندی ساکنان تاجیکستان می باشد. با کمال شادمانی و سرفرازی تمام مردم شریف تاجیکستان، خرد و بزرگ مملکت، هموطنان برومندی و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار این جشن مقدس و بزرگ تاریخی صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
میخوام مخصوص خاطر نشان نمایم که این روز با سعادت یعنی جشن 30 سالگی استقلال و آزادی و بزرگترین دستاورد این دوره صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی با مردم شریف تاجیکستان با آسانی میسر نشده است. در ظرف 30 سال سپری شده برای رسیدن به این لحظه های پرنشاط ما همه یکجا تهدید و خطرها و مشکلات نهایت سخت و سنگین را پس سر کردیم. راه تاریخی که خلق تاجیک خصوصاً در سالهای اول استقلال سپری نبود، یک مسیر پر از دهشت و فاجعه، محرومیت و مشقت و مانع و مشکلات بود. زمانی که کشور صاحب استقلال ما هنوز اولین قدم‌های خود را می‌گذاشت، خائنان ملت تاجیک و دشمنان دولت تاجیکان با پشتیبانی دایره‌های منفعت‌دار خارجی کشور ما را به گرداب مخالفت شدید داخلی و بعداً به آتش جنگ تأمیلی شهروندی کشیدند. دهشت جنگ تأمیلی شهروندی هیچگاه از خاطر مردم و صحیفه‌های تاریخ نوید کشور فراموش نمی‌شود. در آن ایام وزنین و متیش فعالیت ساختار و مقامات دولتی پر فلج گردیده، نظام اداره‌کنی دولتی عملاً برهم خورده، کنستیتوسیون و دیگر قانون‌ها پایمال و در کشور فضای بی‌حاکمیتی و خشونت و زورآوری حکم فرما گردیده بود. بزرگترین فاجعه در آن روزها خطر از بین رفتن دولت جوان تاجیکان و پراکنده گردیدن ملت تاجیک بود. در چنین شرایط فاجعه بار فرزندان آگاه ملت تصمیم گرفتند که برای هر چه زودتر خاموش کردن آتش جنگ، قطع خونریزی، برقرارسازی صلح و آرامی، تامین نمودن ترتیبات جمعیتی و ولایت قانون، اجلاس شورای عالی یگانه مقام در آن روزها صلاحیت داشته دولتی دعوت کرده شود. با سبب آنکه شهر دوشنبه همچون پایتخت دولت صاحب اختیار با علت ناامنی و بی‌نظمی و بی‌قانونی مقام کیسانی خود را عملاً از دست داده بود، اجلاس تقدیرساز 16 شورای عالی در شهر باستانی خوجند دعوت گردید. محض در همین اجلاس اولین قرار و اقدامات دایر به قطع خونریزی، همدیگر فهمی و تامین صلح قبول گردیده، زمینه‌های نخستین آشتی ملی گذاشته شدند. من اندیشه‌های خود را دایر به ساخت دولتداری تاجیکستان اولین مراتبه در اجلاس مذکور بیان داشته اظهار کرده بودم که جانبدار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی هستم. باید گفت که تاجیکستان به حیث دولت استقلال خود را اعلان کرده زیاده از 1 سال رمزهای دولتی یعنی پرچم، نشان و سرود ملی نداشت. در اجلاس تقدیرساز شورای عالی نخستین رمز دولتی پرچم قبول کرده شد و کارها دایر به تهیه و قبول دیگر رمزهای دولتی و کنستیتوسیون آغاز گردیدند. زیرا شرایط صاحب استقلالی طلب می‌کرد که در کشور هرچه زودتر اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیده کنستیتوسیون دولت صاحب اختیار قبول گردد و در آن مقصد و مرام جامعه، دولت و ساخت دولتداری معین کرده شود. همینطور 6 نوامبر سال 1994 برای ریپرسی عمومی خلقی اولین کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال قبول گردید و پرزیدنت کشور
از جانب خلق مملکت انتخاب کرده شد. ساخت و ماهیت دولتداری که در کنستیتوسیا درج گردید از جانب مردم کشور پشتیبانی و قبول کرده شد و دیر نگذشته تاریخ درستی راه انتخاب کرده ما را ثابت ساخت. مخصوصا مقایسه کنیم همین شب و روز ها با آن واقعهایی که در گرد اطراف ما شده ایستاده. عیناً سالهای 90 تاجیکستان است. برابر رشد و ترقیات جامعه ضرورت پیش آمد که به کنستیتوسیا تغییر و اصلاحات داخلدار وارد کرده شود. با این مقصد سالهای 1999 2003 و 2016 از طریق رایپرسی عمومی خلقی به کنستیتوسیا تغییر و اصلاحات وارد کرده شدند. از جمله در اساس تغییرات سال 1999 در مملکت پارلمانت کسبی عبارت از دو پالاته مجلس ملی و مجلس نمایندگان تأسیس داده شد. در آن ایام همچنین برقرار کردن فعالیت ساختار و مقامات فلج شده دولتی به وطن برگردانیدن گریزه ها، تعجیلاً از بین بردن خف گرسنگی، برقرار نبودن منزل‌های خراب گشته و انشاءات و بناهای سوخته و ولنگار شده وظیفه فوری رهبریت نو انتخاب شده دولت به شمار می‌رفت. از فعالیت بازماندن کارخانه‌های 3 ساله، تنزل با شدت اقتصادیات، سطح بلند بیکاری، تورم بی‌سابقه، کم شدن حجم درآمد بودجه دولت و افزایش با سرعت سطح کمبزاعتی به واقعیت بسیار وزین آن روزها تبدیل یافته بود. بر اثر جنگ شهروندی سالهای 1992 1997 حجم استحصال محصولات صنعتی 3 برابر و محصولات کشاورزی 2 برابر کاهش یافت. حکومت مملکت با وجود امکانیت‌های نهایت محدود مالیوی و اقتصادی با اندیشیدن تمام تدبیرهای ضروری برای رفع مشکلات آن روزها آغاز نمود. یعنی زمانی که هنوز جنگ و درگیری‌ها در منطقه‌های علیحده کشور ادامه داشتند، ما در برابر به وطن برگردانیدن گریزه‌ها، مهیا کردن شرایط زندگی و جای کار برای آنها، همه سعی و تلاش خود را به حل مسائل برقرارسازی اقتصادی فلج گشته کشور سفربر ساختیم و پسروی اقتصادی ملی را باز داشته تنها سال 2000 به مرحله رشد وارد شدیم. باید گفت که هنوز همان دوره ما گزارش به اقتصاد بازاری و تشکل دادن مناسبت‌های نو اقتصادی را وظیفه اساسی اعلان نموده به این وسیله زمینه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم آوردیم. با این مقصد اصلاحات فراگیر اقتصادی در تمام ساحه‌ها آغاز گردیده جهت برقرار و مکمل گردانیدن نظام اداره کنی دولت، دگرگونسازی‌های ساختاری، تأمین گوناگون شکلی مالکیت، فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، تشکل دادن نظام ملی بودجه و انداز و پولی و قرضی، رشد ساحه‌های واقعی اقتصادیات و انکشاف بخش اجتماعی تدبیرهای ثمره‌بخش اندیشیده شدند. در این روند تأمین نمودن استقلال انرژتیکی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور همچون هدف‌های استراتژی ملی که آینده تاجیکستان به عمل گردیدن آنها وابسته بود معین گردیدند. تطبیق هدف‌های ذکر شده و عملی گردانیدن افضلیت‌های پیشبینی گردیده امکان داد که در 20 سال آخر سرعت میانه سالانه رشد اقتصادی کشور در سطح 7.5% تامین گردیده، درآمد بودجه دولتی از 252 میلیون سومانی سال 2000 تا 27.6 میلیارد سومانی در سال 2021 افزایش داده شود. حجم مجموع محصولات داخلی
به هر سر اهالی در این دوره از 289 سامانی تا 9000 سامانی رسیده بیش از 30 برابر زیاد گردید. ولی تاکید می سازم که این نشان دهنده ها با در نظر داشت طلبات زمانی معاصر حالا هم قانع کننده نیستند. در دوران صاحب استقلالی در کشور سیاست مستقلانه پولی و قرضی تطبیق گردیده، نظام بانکی تشکل یافت و سال 2000 پول ملی به معاملات برآورده شد. با عملی گردیدن تدبیرها و اصلاحات در ساحه بانکی، تشکیلات‌های قرضی و مالیوی شکل‌های گوناگون تأسیس داده شدند که حالا به مردم و ساحه‌های مختلف اقتصادی ملی خدمت‌رسانی‌های بانکی را پیشنهاد می‌نماید. تنها در 10 سال اخیر به اقتصاد ملی بیش از 100 میلیارد سامانی از جمله به صاحبکاری استحصالی 45.8 میلیارد سامانی قرض داده شده است. در نتیجه تامین گردیدن ثبات ماکرو اقتصادی، درآمد پولی اهالی از 1 میلیارد سامانی سال 2000 به 65.4 میلیارد سامانی در سال 2020 افزوده، سطح کمبزاعت اهالی از 83% سال 1999 تا 26.3% در سال 2019 کاهش داده شد. یعنی در 20 سال آخر سطح کمبزاعتی زیاده از 3 برابر پست گردید. در این دوره شماره اهالی کشور از 5.5 میلیون نفر تا 9.7 میلیون نفر، یعنی بیش از 1.7 برابر زیاد شده، سطح و صفت زندگی مردم کلاً بهتر گردید و دراز عمری میانه شهروندان به 75.1 سال رسید. سال 1991 عمر میانه ساکنان کشور 70.1 سال را تشکیل میکرد. سرعت افزایش میانه اهالی در دوام این سالها 2.1% را تشکیل کرد. اگر همین سرعت افزایش باشد، تیجه اماری باشد، در نیم ساله اول سال آینده شماره اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر میرسد. در دوران صاحب استقلالی به 1.4 میلیون عائله برای بنیاد منزلی اقامتی 138,000 گکتار زمین جدا کرده شد. دوستان اهمیت دید، در این رقم‌ها اهمیت دید. 1.4 میلیون عائله، یعنی بیش از 8,800,000 نفر شهروندان ما امکانیت پیدا کردند که شرایط استقامتی خود را بهتر نمایند. حساب میانه هر یک عائله کشور ما امروز 6.3 نفر را تشکیل می‌کند. از همین لحاظ ما عائله هایی که زمین دادیم به 6.3 تقسیم می‌کنیم، شماره اهالی همین قدر میشه. خاطر نشان می‌سازم که در 70 سال تا زمان استقلال به اهالی همگی 77,000 گکتار زمین داده شده بود. خانه را با چی می‌سازند؟ منزل اقامتی را با چی می‌سازند؟ مبلغ در کار. همخنه؟ یعنی این نشانه آن است که سطح زندگی مردم آهسته آهسته سال به سال خوبتر شده ایستاده است. در 20 سال اخیر، یعنی از سال 2001 به ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی کشور به مبلغ بیش از 150 میلیارد سامانی سرمایه خارجی جلب کرده شد که 59 میلیارد سامانی آن سرمایه مستقیم می باشد. 150 میلیارد زیاده از 100 میلیارد در 10 سال اخیر، 250 میلیارد سامانی با اقتصادیات مملکت به وی رفته است.
پیشرفت و ترقیات تاجیکستان. در دوره ذکر شده با جلب سرمایه خارجی با مبلغ عمومی بیش از 91 میلیارد سامانی، زیاده از 1000 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی بخصوص در ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی، همچنین انرژتیکا، نقلیات، آب تامین‌کنی و دیگر بخش‌ها عملی کرده شد. حالا 74 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی شده ایستاده است که مبلغ عمومی آنها 40.5 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان طبق ارزیابی‌های بین‌المللی در 10 سال اخیر 4 مراتبه به دهگانه کشورهای پیشرفت اصلاحاتگر جهان در سمت پیشبرد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری داخل گردید. در زمینه اصلاحات و تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت امروز حصه بخش خصوصی در مجموع محصولات داخلی به 70%، تامین نمودن اهالی با شغل به 68% و درآمدهای اندازی به بودجه دولت به 80% برابر شده است. صاحبکاران ما مخصوصاً به خاطر استقبال سزاوار جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در بنیاد بیش از 25,000 انشاءات استحصالی و اجتماعی سهم گذاشتند که این به تشکیل 10,000 جای نوی کاری و حل بسیار مشکلات اجتماعی اهالی مساعدت می‌نماید. از این لحاظ با همه صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوت پیشه برای تشبس‌های سازنده و وطندوستانه اظهار سپاس می‌نمایم. چگونه ملت‌داری بیان نکنیم در چند سفر آخرین من که در شهر نایای مملکت برگزار گردید، مثلا شهری ترسازاده، شهری دوشنبه، مؤسسه‌های تعلیمی حاضر زمانی که ما برای 1,500 برای 2,500 نفر برای 640 نفر به استفاده دادیم، سهم صاحبکارا بودند. صاحبکاران با ننگ و ناموس ما بعضا این مؤسسه‌ها را دیدم ما در کار که شرایطشان از بعضا دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت ما بنیاد در سطح پیش قرار دارند. بسیار با صفت بلند است. در شهر ترسازاده یک دهقانی اصیل که من رفته در آنجا گرخانه‌های آن را کشادیم و در دهه آن رفته باز مکتبی نو را کشادیم، من پرسان شدم اینا که صاحبکار وطنی؟ جناب عالی من ساختم، حسابی در آمدم برای مکتب بچه‌های همین دهه. چگونه احسن نگوییم؟ چگونه؟ حکومت مملکت میبد نیست اصلاحات را در سمت تامین نمودن رشد صاحبکاری و فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری، ادامه بخشیده تشبس‌های سازنده صاحبکاران را همه جانبه دستگیری و حقوق و منفعت‌های آنها را حمایت می‌کند. در سیاست اقتصادی حکومت تاجیکستان رشد ساحه صنعت به صفت یکی از عامل‌های پیشبرنده اقتصاد ملی، تامین کننده اهالی با شغل دائمی، سرچشمه مهمی درآمد بودجه دولت و حل مسائل اجتماعی اعتراف شده، صنعت کنانی با سرعت همچون هدف نوبتی اعلان گردید. در زمان صاحب استقلالی با جلب سرمایه داخلی و خارجی صدها کارخانه خرد و بزرگ استحصالی بنیاد کرده شد. حالا استحصال محصولات صنعتی در مقایسه با نشان دهنده سال 1997 7 برابر افزایش یافته. ساحه‌های صنعتی سبک، متالورژی، خوراکواری، استخراج و کارکرد معدن، صنعت کیمیا و مسائل ساختمان با پیشروی‌های نظررس نهایی شدند. ما در یک 10 سال اخیر زیاده از 700 کارخانه‌های خیلی مهمی صنعتی بنیاد کردیم که قریب 100,000 جایهای نوی کاری شد.
در این دوره وابستگی اقتصاد کشور به محصولات وارداتی از جمله انگشت، مساله ساختمان، بخصوص سمنت و بسیار نمودهای مواد غذایی برطرف گردیده برای صادرات محصولات صنعتی وطنی زمینه فراهم آورده شد. اگر استحصال سمنت سال 1992 446 هزار تن را تشکیل داده باشد، پس در سال 2020 به 4.2 میلیون تن رسانیده شد که قریب 10 برابر زیاد می باشد. استحصال انگشت بیش از 9 برابر زیاد گردیده از 214 هزار تن سال 1992 به 2 میلیون تن در سال 2020 رسیده است. قابل ذکر است که تنها در 5 سال اخیر در کشور به مبلغ عمومی 44 میلیارد سامانه محصولات عوض کننده واردات استحصال شده است. ما برای رسیدن به هدف چهارم استراتژیکی به تشکیل صدها هزار جای نوی کاری و کم کردن مهاجرت مهنتی مشاهدت نموده اقتدار صادراتی کشور را بلند می‌بردارد، همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده‌ایم. حکومت مملکت طی زمان صاحب استقلالی جهت حفظ امنیت آزقواری کشور توسط اصلاحات ساحه کشاورزی و تطبیق ده‌ها برنامه ساحوی از جمله در سمت تجدید ساختار تشکیلی و حقوقی خواجگی‌ها به گردش کشاورزی وارد کردن زمین‌های بیکار خوابیده، وسیع برآمدن کشت تکراری، افزایش دادن میدان باغ تاکزار و تأمین نمودن دسترسی دهقانان به منبع‌های مالیوی همه تدبیرهای ضروری عملی گردانید و ما با همین راه به سرعت بلندی رشد ساحه کشاورزی موفق گردیدیم. برای پیشگیری کردن خطر گرسنگی و من بعد با محصولات استحصال خودی هرچی بیشتر تأمین نمودن بازار استعمالی در دوام سالهای 1995 1997 به اهالی 75 هزار گکتار زمین که بین مردم همچون زمین‌های پرزیدنتی معمول می باشد تقسیم کرده شد. وقتی که من همین کار را کردم، همین امر را قبول کردم، بسیار واضح بود. خطر گرسنگی تهدید میکرد. اگر نمی کردیم گرسنگی، طالبان‌ها را در همان سالها چی میدادند؟ سبوس. من وقتی 75 هزار گکتار را تقسیم کرده دادم و مردم را از همه چی آزاد کردم. چی که میتوانید برای پیدا کردن رزق و روزی خودتان کش کنید، یگان نبود انداز، یگان وی باج خراج باید نباشد، زندگی را پیش بردن در کار. همین رهانید. مردم را از خطر گرسنگی رهانید. امروز روزی جشن است، من را می باشم بعضن دوستان. همان روزها بعضن حتی اعضای حکومت غیرت نداشتند، در جاها رفته برعکس می گفتند حالی بیستین شما، حالی رحمان وقتی کپیتالیزم کردیسین، زمین را دادیسین، حالی بیستین اتفاق سویتی برقرار می شود، همه تانه محبت می کنند. شکرانه که به این روز رسیدیم. شکرانه میگویم. در زمان صاحب استقلالی در کشور زیاده از 112 هزار گکتار باغ تاکزاری نو بنیاد گردیده، میدان آنها به بیش از 200 هزار گکتار رسید که نسبت به سال 1991 2 برابر زیاد می باشد. حالی نمیدانم میوار کجا کنند. فقط صاحب کاران بسیار و فعال در کار که به صادرات مشغول شد. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده، حجم استحصال محصولات کشاورزی سال 2020 نسبت به سال 1997 5.4 برابر افزایش یافته به 33.6 میلیارد سامانه رسانیده شد.
طی سالهای استقلال ما تجربه بسیار سودمند کشتی تکراری را وسیع جاری کردیم و هر سال در کشور در میدان 200,000 گکتار کشتی تکراری زراعت را برآوردیم. من مقصود در اینجا قید کردم برای شما بعد میگم برای چیه. بسیاری متخصصان حتی عالمان این ساحه کشاورزی باوری نداشتند و با من پیشنهاد می‌کردند که این عملی نشونده است. و برای چی من این مقصد را کردم و عملی شده ایستاده است، پایان‌تر ایستاده می‌گذارم. چی نتیجه داد؟ حالا در کشور هر سال با علاوه کشتی تکراری در میدان بیش از 900,000 گکتار زمین آبی کشتی زراعت‌های کشاورزی گذرانده می‌شود. برای چی همگی کشتی زمین‌های آبی تاجیکستان 700,000 گکتار است. دیگر اگر در 200,000 گکتار یک نفری صاحب جای کار باشد 200,000. دو نفری زمین آبی در کار کنند 400,000 نفر صاحب جای کار شد. دیگر منفیت کشتی تکراری از آن عبارت است که ما با همین راه تلفات 138,000 گکتار زمین برای بنیاد منزل اقامتی تقسیم شده را جبران کردیم. زمینایی که دادیم از زمینای اساساً کشاورزی بودند. یعنی کمپنساسیون شد. حالا از زمین‌های آبی نه که دو حاصل من میروم با چشم سر میبینم خواجگی ها میدرایم نزد آیله ها میروم دیخانا میروم پرسان میشوم صحبت میکنم تا 4 حاصل میگیرم. این نشانش تامین بازار استعمالی مردم نباشد. بینید 2 برابر قریب اهالی زیاد شد و واردات مواد غذایی سال به سال کم شده ایستاده است. یعنی ایمپورت. یعنی ما بیشتر از استحصال وطنی بعض نمودهای محصولات را بیشتر استحصال کرده ایستاده ایم و به صادرات صدها هزار تن این شب و روزها مواد غذایی بیرون از کشور صادرات شده ایستاده است. این نتیجه منم جاری کردن الان متد کشتی تکراری. آب داریم، زمین داریم، قوه قابل ملت داریم، عقل داریم، متخصص داریم. در 30 سال صاحب اصلاحی استحصال غله 5 از 3 برابر، کارتوشکا 10، سبزیجات و میوه 7 برابر زیاد گردیده. تامینات بازار استعمالی با محصولات وطنی از جهت اکولوژی تازه خیلی بهتر گردید. بنابراین با تمام کشاورزان مملکت توسط بلند برداشتن مدنیت زمینداری و استفاده ثمرات آب و زمین به خاطر افزون نمودن استحصال آزقاواری، فراوان گردانیدن بازار استعمالی و تامین کردن اهالی با مواد غذایی یعنی حفظ امنیت آزقاواری کشور صافدلانه زحمت میکشند منتداری صمیمی بیان مینمایم. سلامت سالهای اول سفر میکردیم به شهر نویا، حتی راستشان رفته هم نمیتونستیم نزد مردم نان میگفتن. محترم رئیس نان گاز نمیگفتن، برق نمیگفتن، معاش نمیگفتن، نان تی اردو گندم تی آرتی. حاضر این چی نیست. حاضر میگه جناب یاری محصولات ما را فروشن گیرن از سر زمین. موفق شدن دولت ما با یکی از هدفهای استراتژی خود رها یافتن از بنبست کمونیکاسیونی دستاورد بزرگ دوران استقلال می باشد. با این مقصد حکومت مملکت کارهای زیادی را با انجام رسانید. 10 لایحه سرمایه‌گذاری را تطبیق نمود که در دایره آنها در کشور بیش از 2200 کیلومتر راه بین المللی ماشینگرد، 220 کیلومتر راه آهن،
237 پول و 5 نقبی ماشین‌گذار بنیاد گردیده. حالا کارها در دیگر لایه‌های سرمایه‌گذاری دولتی دایر به بنیاد راه‌ها ادامه دارند. با یاد میارم امروز را اکثریتون میدونید، شاید شنیدگی باشه، روی آهن حاضر باختر لیوکان شهر کلاب بنیاد میکنیم. شروع کردیم، رفتم خودم اشتراک کردم، روی آهن را ساختیم. بعداً سابق را برای همون دوره جمهوری را کار محکم شد روانه. عزت الله حیایچ آقای مظهر پالایچ بودند، سلطان میرزا شاه بودند. خیلی طبعا نظرش همراهی کردند، دعوت کردم. وقتی که در دنگره گذاشتیم و در منطقه گلستان در اولیمتای بعد این طرف و طرف از شتا نگاه کرده ایستادن، کار محکمش. بعد طرف عزت الله گفتن که آقای نظر پدرش گفت کار ماشال عزت الله میشه دست کو؟ گفت که ها میشه دست. خیلی رفتیم تا شهر کلاب. یا که راه کلاب قلعه خم شهر خارو کلمه دیودره قاضی دولت قایمداد و در اینجا حضور دارند. 10 مراتب رفتیم ما با تا همان جای دیودره که جای خرقتی از خطی ماشین پیاده بد رفتیم، دیدیم حتی بیا سر میکنیم در همون جمع 24 ولی که این راه را ممکن نیست. راهسازای لایحه‌کشای گرجستان را دعوت کردن که شما بینین همین راه را کردن ممکن است یا نه. اونا در همون چه وای دادن که زکرچه دادن که این راه را هیچ ممکن نیست. رفتیم یک تراکتوری فرمانی کردگی دیتی 75 اینا روان کردیم، یک چند ساختمان چی روان کردیم. بیا خودمون سر میکنیم. بعد از پای میره نشان دادن در کار ما از قفای سرمایه و از قفای مبلغ هر کار سرشویش است، دیگرش هم میشه مثل نقوی انضاب کار سر کردیم. بعدا روزیش رسید که کارها تمام شدند، یک گروه شاعر و نویسنده را همراه خود بردم. از آن جمله شادروان مومی قناعت که زادگاهشان در همین ناحیه و این در صدها مراتب از زیر آب گذشتگی بودند. دیودره برای که دیودره برای اونا کردند که هر سال صدها نفر در همینجا قربان میشدند. بعد رفتیم با چرخبان، بعد آمده شیشتیم در همونجا. بعد همونجا نامش هم گفتم که همین دیودره گلدارش در درخت شوندیم، رسم گرفتیم. باور نکردن که همین دیودره است. امروز من برای چی میگم؟ امروز 90% ساختمانچیان و کارمندان انجینر تکنیکی نیروگاه برقی آبی راغوند را خودی متخصصای تاجیک‌ها ساخته ایستادند. این من برای چی به یاد آورده ایستادم؟ دائم ما میگویم کار نمیشدگی در دنیا نیست، فقط ذوق داشتن مونده کن. ذوق داشته وطنمون دوست داشتن مونده کن. صدقاً دوست داشتن مونده کن. با امیدی هیچ کس نشویم. یگان نفر خارجی، یگان دولت دیگر آمده دولت ما شما را، خانه ما شما را آباد نمی کند. هیچ کس. اینا من صدها بار گفتم. در یک مهلت کوتاه. من مثال دیگر را هم میارم، بگذار که این نه قدر برای افتخار باشد. من وقتی که ارتش قواهای مسلح تأسیس دادم در فرودگاه عینی، من یک ژنرال تاجیک نیافتم که تعیین کنم وزیر دفاع. نیست در تاجیکستان نیست. لیکن امروز هزارها، دیروز در مملکت 162,000 با افتخار جشن 30 سالگی گویم که پرده نظامی گذاشت. زیاده از 10,000
افسران را چی در داخل و چی در خارج بسیاریش دو معلومات عالی حربی نیز دارد. ما تیار کردیم برای خدمت در صف قوای مسلحه مملکت. اینچنین در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی در 3 سال اخیر با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه بنیاد و تعمیر و تجدید بیش از 4,500 کیلومتر راه‌های محلی و داخلی شهرنایه‌ها انجام داده شده. کارها در این سمت به این بند ادامه داده می‌شود. حکومت مملکت جهت وسیع نمودن جغرافیای حمل و نقل مال و محصولات، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های نقلاتی و از بنبست کمیونیکاسیونی پوره رها نمودن و به کشوری ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان در سالهای میانبرده 1500 کیلومتر راه‌های ماشینگردی سطحی بین‌المللی بنیاد می‌نماید. در بعضی‌اش علاقه کارها رفته ایستاده است. امروزها در ساحه نقلات زیاده از 60 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 22.5 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. تنها برای بنیاد راه آبیگر نورآباد 350 میلیون دلار امریکایی ایستاده است. و ما امسال راهی شکیف زیگر قلعه خم به انجام میرسد. قلعه خم ناحیه ونج را شروع میکنیم که در اینجا زیاده از 200 میلیون دلار امریکایی صرف میکنیم. اصلا منطقه دشوارترین است. راهسازی باید در آینده ادامه می‌یابد. لایحه‌های در ساحه راه و نقلات عملی گردیده امکانیت فراهم آوردند که موقع تاجیکستان در رده‌بندی جهانی صفت راه‌ها در ظرف 2 سال اخیر 20 زینه بالا رفته. طبق ارزیابی فورم جهانی اقتصادی در بین 141 دولت زینه 50 را اشغال نماید. این جای بد نیست. محض در دوران صاحب اسلامی به شرافت بنیاد راه‌ها و نقل و پل‌ها تاجیکستان 3 پارچه به قلمرو واحد تبدیل یافت، یعنی رابطه زمینی بین همه منطقه‌های آن در 4 فصل سال تامین گردید. در دوران صاحب اسلامی اینچنین برای رشد ساحه انرژتیک کشور 34 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 57.2 میلیارد سامانی تطبیق کرده شد. حالا در این سمت باز 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 16.4 میلیارد سامانی عملی گردیده ایستاده است. انشاءات بزرگ گیدروانرژتیکی از جمله نیروگاه‌های برقی آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2 اگریگات نیروگاه راغون، مرکزهای برق و گردی شهر دوشنبه، صدها نیروگاه برقی آبی خرد، خط انتقال برقی 500 کیلووات جنوب شمال، دیگر خطهای انتقال برقی بلند شدت و زیرسگاه‌های برقی پر اقتدار ساخته به استفاده داده شدند. تطبیق لایحه منطقوی انتقال نیروی برقی K3000 و ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با مرام ادامه دارد. اینچنین تجدید نیروگاه‌های برقی آبی نارک، سربند و قیراقم با مبلغ عمومی قریب 12 میلیارد سامانی بیش از 1 میلیارد دلار امریکایی ادامه دارد که بعد انجام یافتن این کارها اقتدار و مهلت استفاده آنها خیلی زیاد می‌گردد. مثلا نیروهای سربند را امسال با صرف 136 میلیون دلار به اتمام می‌رسانند تا آخر سال و اقتدار آن از پیشینش هم 50% از بین رفته بود. باز 45 مگاوات دیگر زیاد می‌گردد. و نیروگاه برقی آبی نارک در مورد ما حالا شروع کردیم 350 میلیون دلار مبلغ در فاز یکمش و دویمش 700 میلیون دلار خراجات می شود. در صورت پوره با تجدید کردن غیر همون 100 دیگه همه چی از نو می شود. 650 مگاوات زیاد می شود. خود نیروگاه برقی قیراقون زیاده از 40 مگاوات زیاد می‌گردد. خودش 120 مگاوات است.
همونا بگویم که اقتدار پورش کار نمیکند. در زمان صاحب استقلالی اقتدار انرژتیکی مملکت تدریجاً زیاد گردیده از 4044 مگاوات سال 91 به 6131 مگاوات در سال 2020 رسانیده شد. در نتیجه کارهای عملی گردیده نظام یگانه انرژتیکی مملکت تشکل یافته. محدودیت تامین اهالی باور در فصلهای تیرماه و زمستان برطرف گردید که این نیز از دستاوردهای نظررس دوران صاحب استقلالی می باشد. خاطر نشان می‌سازند که بعد پورا به کار درآوردن نیروهای برقی آبی راغون اقتدار انرژتیکی تاجیکستان به زیاده از 9781 مگاوات می‌رسد. یعنی 60% می‌افزاید و ما به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردیم. حالا ما من چندی سال می شود مثلا این سال هزارها مگاوات میگم که قوه برق به کشورهای همسایه انتقال داده ایستادیم. حالا همه میشه بروزا هم خودمون تامین کرده ایستادیم هم صادرات کرده ایستادیم. امروز تاجیکستان در ارزیابی دسترسی به قوه برق در تحلیل های فورم جهانی اقتصادی جای دوم را اشغال نموده از روی فائز استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشرفت سیاره می باشد و بعد پورا به استفاده دادن نیروهای برقی آبی راغون باز دو زینه بالا رفته مقام چهارم را اشغال می نماید. تاجیکستان در بهداشت وضع اکولوژی منطقه و سیاره وابسته به حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای نیز یکی از جاهای بلندتری را اشغال می‌کند. زیرا 96% نیروی برق در کشور ما از منبع‌های برقرار شونده انرژی استحصال می‌گردد. با وجود همه دستاوردهای دوران استقلال می‌خواهم خاطر نشان سازم که ما هنوز هم در آغاز مرحله رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور و روند آبادانی وطن عزیزمان قرار داریم و برای عملی نمودن نیت و نقشه‌های نیکمان باید باز هم بیشتر و صادقانه زحمت کشیم. از این رو در سالهای میانبر نیز ما با راه بلند برداشتن گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصاد ملی گسترش روند رقمی کنانی اقتصادیات، صنعتی کنانی با صورت، استفاده تکنولوژی اینواتسیونی و انکشاف نیروی انسانی به تأمین نمودن رشد استوار کشور همچون وظیفه اساسی افضلیت میدیم. در این زمینه ما سعی و تلاش داریم که ثبت و صفت زندگی مردم کشور باز هم بلند برداشته شود و تاجیکستان به صف کشورهای سطح درآمدشان میانه داخل گردد. هموطنان عزیز، در سالهای استقلال دولتی رشد ساحه‌های اجتماعی از جمله سمت‌های افضلیتناک اعلان گردیده برای باز هم بلند برداشتن سطح دانش و معرفتناکی و سوادناکی مردم، حفظ سلامتی اهالی و زینه به زینه بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی ساکنان کشور همه ذخیره و امکانات‌ها سفربر کرده شدند. طبق طلبات زمان معاصر در تمام زینه‌های تحصیلات استانداردهای نوی تعلیمی دولتی جاری گردیدند. مبلغ‌زاری ساحه معارف در زمان استقلال دولتی صدها برابر افزوده بیش از 3000 بینای نوی تعلیمی برای 1,270,000 جای نشست بنیاد و به استفاده سپاریده شد. حالا مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور 2,109,000 نفر خوانندگان را به تحصیل فرا گرفتند. امروز در مملکت 75 گیمنازیا و 75 لیسه، 9 مکتب پرزیدنتی، 6 لیسه برای خوانندگان بالالیاقت و 63 مؤسسه تعلیمی خصوصی فعالیت دارد. هر سال زیاده از 111,000 ختم میکنند
مؤسسه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه رو 215 هزار نورسان کودکان با صنف یکم میروند. 2.4 2.5 افزایش اهالی انمی شب و روزها. یعنی ما باز هزارها انشاءات‌های که مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی بنیاد کردن ما در کار است. همزمان با این در کشور 78 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی با فراگیری 87,000 نفر دانشجو فعالیت داشته وابسته به طلبات بازار مهنت از روی سطح اختصاص متخصص عیار می‌کنند. اگر سال 1991 شماره مؤسسه‌های تحصیلات عالی همگی 13 و دانشجویان 70,000 نفر را تشکیل کرده باشد، امروز شماره مؤسسه‌های تحصیلات عالی به 41 و دانشجویان به 145,000 نفر رسیده است. این در داخل کشور. ما در زمان استقلال با آموزش زبان‌های خارجی و در نوبت اول روسی و انگلیسی در همه زمینه‌های تحصیلات اعتبار جدی دادیم و با قناعتمندی اظهار می‌داریم که در این سمت با پیشروی‌های بی‌سابقه نائل گردیدیم. بار دیگر به مردم تاجیکستان مراجعت می‌کنم، مثلا به شما حاضرین محترم، ما آموزش زبان روسی و انگلیسی را برای ملت خودمان با سواد گردانیدن و 2 زبان روسی و انگلیسی از 6 زبان معاشرت بین المللی است که سازمان ملل متحد تصدیق کرده است. آینده، نسل‌های آینده را اندیشه کنیم. در فکر و ذکر آنها باشیم. تکنولوژی به کدام زبان است؟ همه تکنولوژی که اختراع می شود. اگر زبان روسی و انگلیسی را نمی‌دانستند، چگونه جوانان با استعداد ما در کشورهای خارجی مملکت که ادامه تحصیل می‌کردند. امروز بیش از 40,000 نفر جوانان با استعداد تاجیکستان که دانندگان زبان‌های خارجی میباشند در 33 دولت پیشرفته جهان و زیاده از 100,000 نفر که همچنین داننده زبان‌های خارجی میباشند در داخل کشور تحصیل کرده ایستاده‌اند. ما به مسئله رشد علمی وطنی خصوصا علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی اهمیت اولین درجه داده اکادمی علم‌ها را که نهاد اساسی پیشبرنده علمی وطنی می باشد در زمان صاحب استقلالی نه تنها حفظ کردیم بلکه به آن مقامی بلند ملی را سزاوار دانستیم. علاوه بر این جهت آماده کردن کادرهای بلندساز علمی کمیسیه عالی اتستانی تأسیس داده شد. با در نظر داشت آنکه رشد تفکر تکنیکی و توسعه جامعه علمی از جمله مسائل مبرم روز می باشد، ما سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام کردیم که حالا عملی سازی چاره‌بینی‌های آن آغاز شده است. همچنین با مقصد تقویت بخشیدن بر رشد تفکر تکنیکی، توسعه جامعه علمی، اختراعکاری و نوآوری و دریافت استعدادهای جوان، امسال شبکه علیحده تلویزیونی علم و طبیعت تأسیس داده آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اعلان کرده شد که همه سال برگزار خواهد گردید. ما برای دستگیری آموزگاران پیشقدم فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق مکافات مخصوص دولتی تأسیس دادیم و با مقصد تشویق آموزگارانی که شاگردان آنها در آزمون ذکر شده غالب میشوند مکافات پولی مقرر نمودیم و امسال اولین 15 نفر آموزگاران علاقه سزاوار مکافات‌های دولتی گردیدند. با عملی نمودن اقدامات ذکر شده ما باور داریم که پیشرفت علم، تشکل تفکر علمی و تکنیکی معاصر، توسعه جامعه علمی در بین نورسان و جوانان و اختراعکاری و نوآوری تکان جدی پیدا کرده این روند به پیشرفت آینده تاجیکستان
و تبدیل یافتن آن به کشور صنعتی و اگراری همه جانبه مساعدت خواهد کرد. زیرا آینده را بدون تکنولوژی پیشرفته کمیونیکاسیونی و رقمی تصور کردن از امکان بیرون می باشد. ما مشاهده کرده ایستادیم که در هزاره نو، یعنی در عصر پیشرفته با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی ها، دولت را با نظام عصری میانگی و خرافات و تفکر عقب مانده آباد کردن غیر امکان است. برعکس، دولت را تنها کادرهای پیشرفته و دانشمند، صاحب معرفت و بلند احساس و نوآور و اختراعکار می توانند صاحبی کنند و ترقیات آن را تأمین نمایند. در شرایطی که کشورهای پیشرفته هر روز یک کشفیات اختراعکاری می کنند، تکنولوژی های با طلبات روز موافق استحصال می نمایند. ما نیز باید کوشش کنیم که از دیگران عقب نمانیم و کشور خود را از دستنگری رهایی سازیم. وابسته به این یک مثال می‌آورم. سال دوم است که اهل بشر از پاندمی کرونا ویروس رنج می‌کشد. وقتی انسان بیمار می‌شود فقط به متخصص یعنی طبیب مراجعت می‌کند، زیرا این بیماری و هر گونه بیماری دیگر را با خرافات پیشگیری نمودن و تبابت کردن و از بین بردن علاج ندارد. ما و شما شاهدیم که واکسینه یعنی علاج پیشگیری کردن این بیماری و دیگر دارواری و تجهیزات تبابتی آن را کشورهای ترقی کرده، یعنی آنهایی که صاحب علم، دانش، اختراعات و نوآوری و تکنیک و تکنولوژی پیشرفته می باشند، پیدا کردند و مردم خود را از خطر و رنج بیماری ذکر شده نجات بخشیدند. اگر واکسین نمیشد، حاضر این چاره‌بینی ما این خیل بینقاب در اینجا برگزار نمیگردی. همین خیلی است. یک نکته را بارها گفتم و حالا بار دیگر تکرار میکنم که بیسوادی و سطح پستی معرفت اساس خرافات، افراطگرایی و جهالت است و جهالت به انسان تنها بدبختی می‌آورد. تجربه تلخ جنگ شهروندی در کشور ما رو داده این حقیقت را واضح نشان داد که ما آن را هرگز فراموش نمی‌کنیم. ما تا امروز با مشکلات نرسیدن کادرهای بلند احساس روبرو هستیم. زیرا از هر کشوری که در آن جنگ و ناآرامی می‌شود و جهالت و خرافات حکم فرما می‌گردد، پیش از همه بهترین متخصصان یعنی عالم و دانشمند، طبیب و مهندس، استاد و آموزگار، هنرمند و معمار، اختراعکار و نوآور و تاجر و صاحبکار به کشور دیگر کوچ می‌بندند. محض به همین خاطر من در تمام دوره صاحب استقلالی رشد علم و معارف را همچون سمت مهمترین و اولین درجه سیاست دولت دستگیری می‌نمایم. علم، معارف و تکنیک و تکنولوژی هر قدر رشد یابند، دولت همان قدر رشد و ترقی می‌کند و سطح و صفت زندگی مردم بهتر می‌گردد. علم، تکنیک، تکنولوژی، سطح معرفتناکی ملت هر چقدر بلند باشد برای رشد و ترقیات دولت همان قدر منفعت می‌آورد و از همه خطرها دور می‌شود. یکی از سبب‌هایی که در بعضی کشورهای نزدیک ما رخ می‌دهد آن همین چیز است. اگر ما خواهیم که تاجیکستان در قطار کشورهای پیشرفته مقامی سزاوار داشته باشد، بر رشد علم و معارف و تکنیک و تکنولوژی ها بخصوص علم‌های طبیعی، ریاضی و دقیق اعتبار باز هم بیشتر دهیم. کادرهای دانشمند، صاحب کسب و بلند احساس و صادق به وطن، دولت و ملت را تربیت کنیم و زمام کارهای دولت را به دست آنها سپاریم، زیرا آینده وطن و صاحبان فردای دولت نورسان و جوانان امروزه ما می باشند. دوستان عزیز، حفظ سالمی اهالی در دوران استقلال دولتی
یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت اعلام گردیده برای رشد ساحه تندرستی تا امروز تمام تدبیرهای ضروری عملی کرده شدند. بار دیگر اصرار می‌دارم که برای دولت ملت سالم ضرور است. مبلغ‌زایی ساحه تندرستی سال به سال زیاد گردیده تنها در 20 سال آخر بیش از 16 میلیارد سامانی را تشکیل داد. در این دوره برای فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت رسانی طبی به اهالی مملکت زیاده از 2550 مؤسسه نوی طبی بنیاد کرده شد و با تجهیزات معاصر طبی تامین گردید. این کاری آسانه است. 2550. اینچنین در دایره آمادگی برای تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور قریب 2000 انشاءات تندرستی ساخته به استفاده داده شد. در دوردست‌ترین دهه‌ها محل‌های اولش باز ادامه میدیم. طبیبا به نزد مردم به خدمت میروند، نه مردم به نزد طبیب. از 50-60 کیلومتر یک حادثه رخ میداد یا یک شخص بیمار بچه می آوردن فقط به مرکز. آیا در همه شهر و ناحیه گیم که نقلیات یاری تعجیلی میرسید؟ بسیارش در رفت از دنیا میگذشت. در فصل زمستان عموما راهها وجود داشت. در دوران صاحب استقلالی 33,000 نفر جوانان مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی و بیش از 158,000 نفر کالج‌های طبی را ختم کردند. در نتیجه تدبیرهای برای رشد ساحه تندرستی و حفظ سلامتی اهالی عملی گردیده سال 2020 نسبت به سال 1991 فقط کودکان 3 برابر و فقط مادران 4 برابر کاهش یافت. پیدا و پنهان شدن بیماری سرطانی کرونا ویروس برای نظام تندرستی مملکت امتحان جدی بود که طبیبان ما آن را پس سر کردند و امروز در جبهه پیش مبارزه با این بیماری خطرناک سرطانی قرار دارند. و با سبب این خاطر نشان می‌سازم که آماده کردن کادرهای بلندساز ساحه طب از جمله متخصصان بیماری‌های سرطانی، ویروس شناسان و کارمندان آزمایشگاه‌ها یکی از وظیفه‌های مهم و فوری میباشد. حفظ اجتماعی اهالی از جمله سمت‌های مهمترین سیاست اجتماعی دولت بوده. جاری نبودن نظام نوی تعیین و پرداخت کمک‌های عنوانی اجتماعی با عائله‌ها و شهروندان کم‌بساط یکی از دستاوردهای دوران استقلال در این سمت میباشد. در این زمینه نظام پرداخت کمک پولی‌ها با عائله‌های کم‌بساط که کودکانشان در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تحصیل می‌نمایند عملی گردیده با زیاده از 753,000 نفر خوانندگان از عائله‌های کم‌بساط کمک پولی پرداخت شده ایستاده است. علاوه بر این از سال 2011 این جانب اصول عنوانی و مقصدناک رسانیدن کمک‌ها راه اندازی گردید که حالا شماره گیرندگان چنین کمک پولی اجتماعی 248,000 عائله را تشکیل می‌دهد. حکومت مملکت به حفظ اجتماعی طبقه‌های نیازمند اهالی خصوصاً معیوبان و یتیمان توجه دائمی و خاصه ظاهر می‌نماید. تنها در 5 سال اخیر نفقه معیوبانی که شماره عمومیشان در کشور بیش از 157,000 نفر را تشکیل می‌دهد وابسته به کاتگوری‌های آنها از 1.4 و 2 برابر زیاد کرده شد. در این دوره افزایش اندازه نفقه یتیمان کل و بی‌پرستاران که قریب 85,000 نفر میباشند 1.9 برابر را تشکیل کرد. در دوران صاحب استقلالی شماره مؤسسه‌های حفظ اجتماعی اهالی 4.5 برابر زیاد گردیده سال 2021 به 113 مؤسسه از جمله 7 خانه اینترنت برای پیرانسالان و معیوبان رسانیده شد. مبلغ زاری به سر 1 نفر باشنده خانه اینترنت‌های پیرانسالان و معیوبان در این دوره 757 برابر افزایش یافته سال 2021 به 26,000 سامانی رسیده است. پیرانسالان معیوبانی که در بیان نگاه داشته میشه.
در برابر به تنظیم درآوردن مهاجرت مهنتی و دیگر مسائل وابسته به آن که امروز به یک روند جهانی تبدیل یافته است، حکومت مملکت به خاطر پس کردن شدت مهاجرت مهنتی تمام چاره‌ها را اندیشیده ایستاده است. در نتیجه تطبیق برنامه‌های گوناگون تنها در 8 سال اخیر زیاده از 1 میلیون جای کار دائمی و موسمی تأسیس داده شده. شماره شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می‌روند از 1,100,000 در سال 2012 تا 400,000 نفر در سال 2019 یعنی 64% کم کرد. در 2 سال این پاندمی باز کم شد. تماما ما اندیشیدن تدبیرها را در این سمت باز هم وسعت می‌بخشیم، زیرا تشکیل جایهای کاری برای ساکنان یکی از وظیفه‌های مهمترین دولت و حکومت مملکت میباشد. حاضرین گرامی، در دوران استقلال دولتی مقام زنان و بانوان در جامعه تقویت پیدا کرده، فعالیت آنها در وظیفه‌های رهبری شاخه‌های گوناگون حاکمیت دولتی، ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی، کارخانه‌های دولتی و بخش خصوصی به مراتب وسعت یافت. دولت و حکومت مملکت سهم بانوان و زنان را در تمام ساحه‌های حیات جامعه، خصوصاً در سالهای وزنین و حساس آغاز صاحب استقلالی، برقرارسازی بعد جنگی و دوره‌های میانبرده رشد کشور همیشه قدر می‌نماید. ما افتخار می‌کنیم که امروز بانوی تاجیک همچون چهره سیاسی، وکیل، عالم، آموزگار و طبیب و مهندس و ادیب شناخته شده است و صف بانوان عالم و اختراعکار، هنرمند و ایجادکار و خواجگیدار و صاحبکار تعارف می‌افزاید. گذشته از این، امروز در کشور ساحه‌ای نیست که بانوان و دختران تاجیک در آن فعالیت نداشته باشند. حالا 33% شماره عمومی خدمتچیان دولتی و بیش از 18% کادرهای رهبری کننده زنان میباشند. در ساحه‌های کلیدی اجتماعی یعنی معارف امروز بیش از 73%، علم 26.5%، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی 68% و فرهنگ 51% را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. ما می‌باید نیز تشبس‌های زنان و بانوان را همه‌جانبه دستگیری کرده برای بلند برداشتن سطح دانش و معرفت و مقام اجتماعی زنان و دختران، حل مسائل حیاتی آنها از جمله برای آموزاندن علم و دانش، کسب و هنر و مهیا کردن جایهای کاری همه تدبیرهای ضروری را می‌اندیشیم. زیرا بار دیگر اصرار می‌دارم که زندگی از زن مادر سرچشمه می‌گیرد و زنان و بانوان ما یک بال قوی دولت صاحب اختیارمان می‌باشند. دایر به زنان گفتیم سیاست مرا می‌دانید قوه بزرگ است زنان و بانوان، ایستادگی بر ضد اکستریمیسم. مثل بعضا مردان دورویگی نمی‌کنند. من وقتی شهر نایای دوردست مملکت سفر کردم، بعضا نایادا حتی یک بانوی معلومات عالیدار نیافتیم که معاون رئیس نایا تعیین کنیم. یک نفر. بعضا نایای دوردست کوهستان من برای چی کوتا تأسیس دادم. قریب 20,000 ختم کردن. 20,000. در هر یک شهر نایای دوردست کوهستان حالی 40 50 تا 70 ختم کردن، کار فعالیت کرده ایستادن، در وظیفه‌های گوناگون صادقانه خدمت کرده ایستادن و بیش از 7,000 دیگر تحصیل کرده ایستادن. ما این کار را ادامه میدیم.
همه طرف دستگیری کردم اونا. اگر زن مادر نمیشد ما حال دری تالار ما و شما نبودیم که زنها هم باید نسبت به مردا مهربان باشد. مردا هم بخیر زوری میکنن و گرده هاشون مایدک است. دل گرده شما را ندارن. شما با قوت هستید. باور کنید شما با زنها مادرها بسیار با قوت هستند. با عمری با برکت بینید. همین تحلیل‌هایی که بعد میکنن زنها نسبت به مردان عمری با وای میبینند دراز. من از روزهای اولی به حیث رهبر دولت انتخاب شدنم به شرایط زندگی و مشکلات و مسائل حیات جوانان توجه خاصه دارم. طبق تحلیل سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان در جهان یکی از کشورهای دارای اهالی زیادی جوان بوده. سن میانه اهالی آن 22.5 سال را تشکیل می‌دهد. با خدا عید جوانش کند. قابل ذکر است که تمام غمخواری‌های دولت و حکومت مملکت از جمله دایر و زیاد کردن شماره مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی میانه و ابتدایی کسبی محض به جوانان آینده‌ساز وطن و جامعه نگرانیده شده است. اگر سال 2009 حصه جوانان تا 35 ساله در خدمت دولتی شهروندی 35% را تشکیل داده باشد، این شماره امروز به 47% رسیده است. با قناعتمندی اظهار می‌دارم که طی سالهای استقلالی در تاجیکستان نورسان جوانان به کمال رسیدند که امروز ما با حس ملی و صداقت آنها به وطن، اینچنین با سطح علم و دانش، آداب و اخلاق و سعی و تلاش این نسل واقعا افتخار می‌کنیم. حالا جوانان دانشمند و صاحب معرفت با ننگ ناموس، وطن دوست و وطن پرور و دلیر و غیور ما در تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در بنیاد انشاءات عظیم و تقدیرساز کشور، آبادانی وطن، حفظ ثبات و آرامی مردم و حمایت مرز و بوم تاجیکستان سهمی بسا ارزشمند گذاشته ایستادند. امروز 90% هیئت شخصی قوه‌های مسلح تاجیکستان و بیش از 50% بنیادکاران انشاءات سرنوشت‌ساز ما نیروگاه برقی آبی راغون را جوانان تشکیل می‌دهند. عموماً باید گفت که حالا رشد یگان ساحه حیات دولت و جامعه را بدون اشتراک فعالانه و سهم ارزشمند جوانان تصور کردن امکان ندارد. فراهم آوردن شرایط جهت رشد ساحه ورزش که یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت به حساب می‌رود، پیش از همه برای نورسان و جوانان و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم در بین آنها میباشد. در تمام قلمرو کشور تا زمان استقلال کمتر از 1000 انشاءات ورزش وجود داشت. امروز این شماره به 10,220 رسیده است. یعنی شماره انشاءات ورزش بیش از 10 برابر افزوده است که با استوار شدن زمینه مادی و تکنیکی برای رشد ورزش، عاموی گردانی آن و آماده ساختن ورزشگران سطح جمهوری و بین المللی از میان نورسان و جوانان مساعدت کرده ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی به شرافت پیروزی‌های ورزشگران تاجیک در عرصه بین المللی 5743 مراتبه پرچم تاجیکستان عزیز ما افراخته شده، 1797 مراتبه سرود ملی دولت تاجیکان صدا داده است. دوستان از من، بعدی به دست آوردن نعمت بزرگ استقلال و آزادی، ما با احیای ارزش‌های ملی و فرهنگی مردم کهن‌بنیادمان آغاز کردیم. تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم، یعنی در طول تاریخ بیش از 6000 ساله خود صاحب سواد و دانش، دیوان و دفتر، معمار و شهرساز، شهردار و شهرنشین، یعنی ملت فرهنگ سالار و تمدن ساز می باشد. محض به همین خاطر، یعنی جهت بلند برداشتن حس ملی،
و خودآگاهی و خودشناسی مردم، اینچنین برای تربیت نسل‌های امروزه استفاده کردن میراث بزرگ اخلاقی و معنوی و ارزش‌های جاودانه فرهنگی گذشتگان، ما طی 30 سال ده‌ها جشن چهاربینی‌های مهم را برگزار نمودیم. جشن 1100 سالگی دولتداری سامانیان، 2700 سالگی کتاب مقدس اوستا، سال بزرگداشت تمدن آریایی، 1150 سالگی استاد رودکی، سال بزرگداشت امام اعظم، 1000 سالگی ناصر خسرو، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 700 سالگی میرسید علی حمدانی، 700 سالگی کمال خوجندی، 2700 سالگی شهر کلاب، 2500 سالگی شهر ایستروشن، 3000 سالگی مدنیت ایثار، 5500 سالگی سرزم باستانی و ده‌ها همایش دیگر از جمله آنها می باشد. در این روند ما میراث موسیقی شش مقام و فلک، جشن‌های نوروز، مهرگان، تیرگان و صده را دوباره احیا کردیم. با سعی و تلاش و زحمت و کوشش بیش از 6 ساله ما و دستگیری دیگر کشورهای حوزه تمدن نوروز، این آیین واقعا مردمی ما که تاریخی بیش از 6000 ساله دارد جهانی گردید و ما امروز افتخار میکنیم که جشن باستانی مردم ما نوروز مقام بین المللی را صاحب گردیده است. شنیدم. من آنچه که نامبر کردم هم تاریخ آن چهاربینی‌هایی که گذراندیم، پس هر یک همین چهاربینی با سر من چی بار نکردم، حتی از طرف بعضا عالمان غیر دشمنان خارجی، حتی برای نام گذاشتن نام‌های تاریخی شهر نایه و ولایت‌ها و دیگر حتی زید برآمدند. بعضا عالمان اکادمیکا، یک قسمتش در قید حیات نیست، یک دیگرش هست. برای نوروز 6 سال ما زحمت کشیدیم. در سازمان‌های بین‌المللی، یونسکو، سازمان ملل، با قطعنامه سازمان ملل متحد، اکثریت کل مردم دنیا دولت‌ها قبول کردند. در تمام دنیا امروز با یک حرف میزن: نوروز مبارک باشه. ما همچنین برای نگهداری و معرفی میراث فرهنگی مادی و غیر مادی خلق تاجیک یک سلسله تدبیرهای مشخص اندیشیدیم. در نتیجه 6 مقام سرز باغ ملی تاجیکستان، نوروز و چکن به فهرست میراث جهانی و فهرست میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو وارد کرده شد. بنیاد و به فعالیت آغاز کردن بنای نوی کتابخانه ملی برای 10 میلیون نسخه کتاب در منطقه چنین کتابخانه نیست، با تکنولوژی پیشرفته زمانه‌ای. آثارخانه ملی، کاخ نوروز، نوروزگاه، تئاتر شهر خاروق و 40 قصر فرهنگ در مرکز شهر نایه‌های مملکت از دستاوردهای ارزشمند فرهنگی ما در دوران استقلال دولتی به حساب می‌رود. در ظرف 30 سال گذشته صنعتکاران و هنرمندان تاجیکستان به ده‌ها کشور دنیا سفرهای هنری انجام داده صنعت و هنر ملی تاجیکان را به طور ارزنده معرفی کردند. با افتخار و قناعتمندی ابراز می‌دارم که در طول 30 سال صاحب اختیاری برای تأمین نمودن پیشرفت زبان تاجیکی
همچون نشانه واضح هستی ملت تاجیک و اساس معنویات و خودشناسی تاجیکان کارهای نظررس انجام داده شدند. قبول گردیدن قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان شدن روز زبان دولتی باز یک قدم مهم در راه احترام و بزرگداشت زبان تاجیکی و باز هم توسعه بخشیدن وظیفه‌های جمعیتی آن گردید. یکی از عامل‌های اساسی پایداری و گسترش زبان ادبی تاجیکی و فرهنگ ملی احترام مردم صاحب معرفت ما به کتاب و کتابخانه می باشد. با مراتب زیاد گردیدن چاپ کتاب‌های نو، بازنشر اثرهای ماندگار نویسندگان و شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله سلسله اختران ادب، اینچنین آثار ادیبان نامور جهانی به زبان تاجیکی نه تنها بر رشد زباندانی و سخنرانی عامه وسیع بلکه به گسترش خودآگاهی ملی، توسعه جهان معنوی، باز هم بالا رفتن سطح معرفتناکی شهروندان و مخصوصاً نسل نورس و جوان و ارزگذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی همه جانبه مساعدت می نماید. کتاب خواندن فروغ صبح دانایی تنها برای نورسان و جوانان نیست، برای کلی مردم است. صرف نظر از سن سال، ما جدا کردیم برای نورسان، برای جوانان، برای دانشجویان، برای آموزگاران، برای صنعتکاران و همه که میتوانند بکنند. یکی از اقدامات آخرین که حالا در این راستا عملی گردیده ایستاده است، با سفارش رهبر دولت بازنشر کردن و به هر یک عائله کشور دسترس نمودن شاه اثر تاجیکان علامه باباجان غفورов می باشد. ما باید دانیم، هر یک عائله باید داند، گذشته خود را داند، از کجا پیدا شد، کی از گذشتگان آن. ما به خاطر حفظ میراث جاودانه گذشتگانمان، ارزش‌های باستانی و قدرتمند ملی و استفاده آنها برای پایداری دولت و ملتمان تمام تدبیرهای ضروری را عملی می‌کنیم. ما با افتخار از هویت ملی خود یعنی تاجیکیت، تاریخ بیش از 6000 ساله خلقمان، زبان شیرین شاعرانه تاجیکی، فرهنگ و تمدن اصیل و باستانی، میراث عالم شمول جاودانه گذشتگان و ارزش‌های ملیمان، آنها را حفظ می‌کنیم، احترام می‌گذاریم و به نسل‌های آینده در شکل باز هم پیشرفته و رشد و تقویت یافته به میراث می‌گذاریم. سلامت باشید. هموطنان عزیز، ما هنوز در اجلاسه تاریخی 16 شورای عالی اعمار دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه را راه آینده خود اعلام کردیم. در رابطه با این یک مسئله مهم قابل تاکید است. دولت سازی و دولتداری همچون روند دور و دراز سیاسی طلب می‌کند که با در نظر داشت رشد جامعه تدبیرهای پای در پای عملی کرده شد. با درک چنین ضرورت در طول 30 سال استقلال در کشور ما کارهای زیادی به انجام رسانیده شد. در دوران صاحب استقلالی ساختار و فعالیت مقامات مرکزی و محلی حاکمیت اجرایی پیوسته تکمیل داده شد. با مقصد حفظ همه‌جانبه استقلال دولتی، یگانگی و تمامیت ارضی کشور، همچنین با در نظر داشت تهدید و خطرهای جهان معاصر و پیشگیری و برطرف نمودن آنها، ساختار و فعالیت مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی مملکت نیز مکمل گردید. ما قوه‌های مسلح خود یعنی یکی از رکن‌های اساسی دولتداری را از صفر تأسیس دادیم. قابل ذکر مخصوص است که قوه‌های مسلح ما در برقرار نمودن حاکمیت کنیسانی
و خاتمه بخشیدن به جنگ شهروندی سهمی برجسته تاریخی گذاشت. در این لحظه‌های فرق‌بخش به تمام هیئت شخصی قوای مسلح، ساتارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و سابقه‌داران خدمت حربی برای خدمت صادقانه و جسارت و دلیری که در مبارزه بر ضد نیروهای تخریبکار و دشمنان ملت و دولت تاجیکان نشان دادند، سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. در این راه صدها نفر آنها جان خود را قربان کردند که حکومت و مردم تاجیکستان نام نیکشان را همیشه گرامی می‌دارند. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که خدمتچیان حربی قوای مسلح و مقامات حفظ حقوق ما من بعد نیز استقلال و آزادی وطن، مرز و بوم کشور و حیات آسایشته مردم تاجیکستان را از همه گونه تهدید و خطرها صادقانه و جوانمردانه حفظ نموده، قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق خویش با شرافانه اجرا خواهند کرد. تامین نمودن ترتیبات حقوقی، ولایت قانون، مبارزه با جنایتکاری، بخصوص جنایتکاری متشکل فرامرزی از جمله تروریسم و افراطگرایی، وظیفه اولین درجه مقامات حفظ حقوق می باشد. باور دارم که کارمندان مقامات مذکور وظیفه خود را من بعد نیز با مسئولیت بلند در نزد دولت و خلق تاجیکستان اجرا می کنند. ما باید صلح و آرامی وطن، ثبات سیاسی جامعه و وحدت ملی را احتیاط کنیم. امنیت دولت، ولایت قانون و زندگی آسایشته خلق ما را با هوشیاری و زیرکی و زحمت صادقانه تحکیم بخشیم. تامین نمودن امنیت جامعه و حیات آسایشته ساکنان مملکت وظیفه اولین درجه دولت می باشد. وابسته به این سخنان خود را که بارها گفتم، بار دیگر خاطرنشان و تاکید می سازم. یکی از خطرهای اساسی برای امروز و آینده منطقه آسیای مرکزی از جمله کشور ما رویه‌های رادیکالی، افراطگرا و خرافاتی می باشد. بنابراین ما برای تأمین نمودن امنیت منطقه و آرامی و ثبات سیاسی در کشورهایمان باید اندیشیدن تدبیرهای مشترک و هم آهنگ شده را در این سمت وسعت داشتیم. دوستان عزیز، تاجیکستان پس از گذشتن از مرحله اول استقلال که دوران دشواری به اعتدال آوردن وضعیت و تحکیم پایه‌های دولت داری بود، درهای خود را برای کشورهای عالم باز کرد و با اعلان سیاستی درهای گشاده وارد عرصه روابط بین المللی شد. کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود را در جهان بالا برده، ارزش‌های والا و میراث غنی مردم شریف تاجیک را به اهل عالم معرفی نمود، بلکه در حل و فصل مسائل منطقوی و بین المللی و پیشبرد روزنامه جهانی فعالانه اشتراک کرد و نقش آفرید. ما چون دولت پیشبرنده سیاستی درهای گشاده با تمام کشورها مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند را راه اندازی می‌کنیم و گسترش می‌دهیم. امروز تاجیکستان با 179 دولت دنیا مناسبت‌های دیپلماتی دارد و با تلاش‌های مؤثر خود در عرصه بین‌المللی همچون کشور فعال و تشبثکار شناخته شده است. ما مؤلف 4 تشبث بزرگ از جمله سال بین‌المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات 2005-2015، سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب 2013 و 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 می باشیم که اهمیتی اولی دارد.
تاجیکستان در دهها سازمان منطقه‌ای بین المللی و نهادهای بین المللی مالیوی عضویت داشته همراه با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاره سهمی باسزا می‌گذارد. کشور ما با تکیه به تجربه صلح آفرین خود از راه مذاکرات و مشورت‌ها در حل نزاع‌های بین المللی فعالانه سهم می‌گذارد. در این راستا تاجیکستان به گسترش رابطه‌های همه‌جانبه با همسایه‌های نزدیک یعنی کشورهای منطقه آسیای مرکزی و شریکان استراتژیکی خود اهمیتی اولین درجه می‌دهد. ما در صف پیش مبارزه جامعه بین المللی با تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی و معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور قرار داشته جهت تأمین صلح و ثبات سرتاسری با شریکان خود و سازمان‌های بین المللی و منطقوی پیوسته اقدامات ضروری مشترک را راه اندازی می‌نماییم. از لحظه‌های نخستین به دست آوردن استقلال دولتی کشور ما به منظور پیشبرد رابطه‌های سازنده با کشورهای عالم و حفظ منفعت‌های ملی در عرصه بین المللی در سازمان‌های با نفوذ منطقوی فعالانه شرکت دارد و از همکاری‌های بسیار جانبه پشتیبانی می‌کند. الحال تاجیکستان به حیث کشور رئیس کننده در سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و بنیاد بین المللی نجات ارال برای گسترش بیشتر همکاری‌های منطقوی در چارچوب سازمان‌های ذکر شده کوشش به خرج می‌دهد. امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت کشور صلح‌دوست و صلح‌آفر پیروی ارزش‌های دموکراتی و همگرایی شناخته شده است. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. مشاهده و تحلیلان نشان می‌دهند که در مدت بیش از یک ماه گذشته وضعیت در این کشور متاسفانه باز هم مرکب و هلاکتبار و باعث نگرانی جدی ممالک منطقه و جهان گردید. ساکنان این کشور که بیش از 40 سال اخیر در شرایط جنگ و ناآرامی عمر به سر میبرند، وقتهای آخر با مشکلات باز هم بیشتری امنیتی و اجتماعی روبرو شدند. در رابطه با این بار دیگر خاطرنشان می‌سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی یعنی فعالیت دایره‌های منفعت‌دار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باز از اول تا امروز این یگان جای مخفیش نگست نمانده است. بنابراین موقع تاجیکستان را دایر به قضیه افغانستان تکرارا اعلان می دارم که ما جانبدار هر چه زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشته منفعت‌های همه قوم و ملت‌های ساکن آن رأی تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است. سلامت باشید. همچنین میخواهم باز یک نکته مهم را تاکید نمایم که جامعه جهان از جمله کشورهای منفعت‌دار حقوق معنوی ندارند که مردم افغانستان را
با مشکلاتی به وجود آمده تنها گذارند. مشکلات را کی ایجاد کرد؟ زیرا بار دیگر خاطر رسان می سازم که وضعیت سنگین و فلاکتبار این کشور با گناه ساکنان آن به وجود نآمده است. من در حیرتم که تمام نهادهای بین المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدهند. یک روزنامه‌نگار در یک کشور اگر محبس شود همان آوای میکنه. نمایندگان در اینجا حضور دارند. هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند، قتل شده ایستادند. خاموشی. گویا که در دنیا چنین نهادها وجود ندارد. دیگر اینکه بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت افغانستان باعث افزایش خشونت، باز هم وزنی‌تر شدن زندگی ساکنان آن، سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی با مقیاس سالهای 90 عصر گذشته، فلاکت بشری همچون مرکز تروریسم بین المللی باقی ماندن قلمرو این مملکت و به طور جدی خللدار گردیدن امنیت و ثبات در کشورهای منطقه و جهان می‌گردد. وضعیت افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری بی‌واسطه منفی می‌رساند، زیرا من بارها گفتم که امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می‌باشد. ما 1400 کیلومتر 60% سرحدی سابق شوروی با افغانستان و 60% سرحدی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان بر دوش تاجیکستان است. در رابطه به این خاطر رسان می‌سازم که طی زیاده از 20 سال اخیر من از منبرهای تشکیلات سازمان‌های بین المللی و دیگر همایش‌های بین الخلقی حل مسئله افغانستان را به جامعه جهانی ده‌ها بار ابراز داشته تاکید نمودم که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید تنها با راه مذاکرات حل و فصل کرده شود. ولی جامعه جهانی از جمله دایره‌های منفعت‌دار و دخلدار به حل این مسئله تا اندازه بی‌تفاوتی ظاهر کردند. حتی بعض از سیاستمداران که حالا در نفقه است از یک کشور مترقی جهان، دموکراتی جهان، با من هم خیلی جواب داد. محترم پرزیدنت، پرابلم افغانستان این پرابلم شما، این پرابلم منطقه شما، برای ما پرابلم های اروپا بسنده است. و بعد اون حادثه های سپتامبر بعد توجه جامعه جهانی تغییر یافت. در نتیجه مشکلات افغانستان به جای رسید که امروز تمام بشریت مخصوصا تاجیکستان و دیگر کشورهای همجوار آن را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. از این لحاظ با استفاده از فرصت همه سازمان‌های بین المللی، کشورهای منطقه و جهان را بار دیگر دعوت می‌کنم که دایر به حل مشکلات این کشور و تشکیل حکومت مسائل ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن افغانستان تدبیرهای فوری و دست جمعانه اندیشند. اینچنین رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور از جمله تدبیرهای تأخیرناپذیر میباشد. مثلا وضعیت بسیار روز به روز مرکب می‌گردد. در دوره تیرماه زمستان مردم را با یک یاردم بشردوستانه سیر کردن امر محال است. دولت را گرفتن کار آسان، راهبری کرده اداره کردنش مشکلات خیلی سخت و سنگین است. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، استقلال و صاحب اختیاری در نزد ما شهروندان تاجیکستان وظیفه بسا پر افتخار تاریخی
یعنی بنیاد دولت متمدن جاگو با آرزو و آرمان و منفعت‌های مردم کشور و ایجاد ارکان دولتداری معاصر را گذاشت. استقلال ما کلید صاحب دولتی و وطنداری ملت سربلند و صاحب فرهنگ تاجیک است که تقدیرش را به دست خود گرفته با راه و روش خاص خویش به جامعه جهانی پیوسته است و همیشه می‌کوشد که نبض دولت و دولتداری خود را با نبض سیاره هم آهنگ و هم صدا نماید. دستاوردهایی که امروز از تاریخ کار و پیکار 30 ساله مردم شریف تاجیکستان بیان شدند تنها حصه کمی زحمت صادقانه و صافدلانه ما و شما در جاده دولت سازی و دولتداری و وطن سازی و وطنداری می باشد. ولی می خواهم برای مردم عزیز تاجیکستان خاطر نشان سازم که هر یک دستاوردی که داریم از خود ماست. ما باید به خاطر وطن، دولت و خلق تاجیکستان منبع نیز صادقانه زحمت کشیم و در این راه مثل انگشتان یک مشت سرجم و متحد باشیم. سلامت باشید. ما هرگز با امید دیگران نمی‌شویم و تمام مشکلات و کمبودی‌هایمان را با دستان خودمان و با زحمت اهلانه خلقمان برطرف می‌سازیم. ما حالا مشکلات و مسائل زیادی حل طلب داریم و باید کوشش کنیم که آنها را برطرف ساخته زندگی مردممان را باز هم بهتر نماییم. زیرا خلق عزیز تاجیکستان به زندگی باز هم شایسته و روزگار از امروزه بهتر حقوق معنوی دارد. با اعتماد قوی اظهار می‌دارم که مردم وطن دوست و زحمتکش ما به دستاوردهای از امروزه بزرگ و تاریخی قادرند، زیرا ما وطن صاحب اختیار و آزادمان را برابر جان خود دوست می‌داریم و به شکرانه صاحب استقلالی و صاحب دولتی برای حفظ صلح و آرامی، وحدت ملی و در عرصه بین المللی باز هم بالا رفتن نفوذ و آبروی تاجیکستانی محبوبمان اهلانه و صافدلانه زحمت می‌کشیم. من به مردم شریف کشور و مخصوصاً به جوانان مراجعت می‌کنم که هرگز و در هیچ حالت به وطن، ملت و دولت خود خیانت نکنید. برعکس شکر کنید. به وطن و دولت و ملت خود صادق باشید و افتخار نمایید که ما و شما صاحب وطن و دولت صاحب استقلال هستیم و اهل بشر ما را همچون ملت باستانی و فرهنگی و تمدن‌ساز میشناسد و اعتراف و احترام میکند. در این لحظه‌های با تنتنه و واقعاً تاریخی با افتخار و قناعتمندی زیاد یک نکته بسیار مهم را خاطر نشان می‌نمایم. تمام دستاورد و پیشروی‌های در 30 سال نایل شده ما نتیجه زحمت صادقانه خلق قهرمان و زحمتکش تاجیکستان و خرد و بزرگ آن میباشد. من شکرانه میکنم که مردم شریف تاجیک سالهای دراز یعنی از آغاز استقلال تا امروز
سیاستی پیش گرفته رهبر دولت خود را صمیمانه پشتیبانی کرده، تمام کمبودی و مشکلات را با صبر و تحمل پس سر کردم. من با چنین مردمی شرافتمند و باننگ و ناموس، تحملگرا و زحمتکش و وطن دوست افتخار دارم. از آنها تا ابد منت دارم و تا نفس واپسین به خرد و بزرگ تاجیکستان صادقانه خدمت میکنم. جان تشکر. سلام. بزرگترین ثروت، قیمتترین گوهر و عزیزترین نعمت برای من خلق تاجیکستان محبوبم، آب و خاک وطن بی‌شاسایم و عزت و آبروی دولت صاحب اختیار و آزادم در بین جامعه جهان می باشد. خلق بزرگوار و قهرمان من از خرد و بزرگ تو از زمین تا آسمان منت دارم و در نزد بزرگی و شهامت، تلاش و متانت، غیرت و همت و زحمت صادقانه و صافدلانه هر یک فرد تو سری تعظیم فرود می‌آورم. من بسیار اندیشه کرده روزهای دراز چگونه وای کنم. من یک سیاستمدار بسیار جوان بودم. اگر خلقی کو خرد و بزرگ تاجیکستان من را دستگیری نمیکرد به این روز نمیرست. چگونه؟ برای همین من هستی خود را بخشیده بودم. حالا هم بخشیدم. برای همین ملت، برای همین مردم تا وقتی هستی خود را بخشیدم. خلق عزیز ما به همه چی ارزنده است. من وطنم را، ملتم را، خلق عزیزم را از جان خود بیشتر دوست می‌دارم. به همه چی ارزنده است و مردم شریف تاجیکستان قادر است آن مشکلات، آن بعضا نارسایی که در جامعه است در سالهای آینده تاجیکستان درخشان است برطرف میکنیم در یک جایگی با تکیه به مردم شریف تاجیکستان.
اینچنین من از همه آنهایی که در سالهای وزنین با من همکاری کردند در پهلوی من بودند بینیاد می‌دارم و به هر یک آنها کمال عمر و دولت پیری آرزومندم. عمر دراز بدید. هر کی یک کدام تو من یگان تنی شما را فراموش نکردم. یگان کسی شما را فراموش نکردم. دائم به یاد می‌آورم در جلسه‌های حکومت، در جمع آمدهایی که می‌شود پرسان می‌شوم. یک چیز را میگویم دنیا دولت داره همینه در کار به کم و کاست نمی شود. جامعه خودش همین است. در یک عائله 5 فرزند باشد یکیش نصیحت پدر و مادر نه اونقدر باید هم است. لیکن در دولت داری من آنچه که کردم عزت نفسی یگان آنهایی که به من کار کردن نرسیدم تا توانستم خدمت‌های شما را قدر کردم. اگر نکرده باشم زیانم نرسیده است. حیات همین است. هیچ کس سرش را آهن نمیگیره. ما باید تربیت کنیم کادرهای جوان را. نترسیم. ترسیدن ما در کار نیست. برعکس دیده دانسته تربیت کنیم که آینده بعد از ایمای شما این سیاست را پیش برده توانند، دولت را صاحبی کرده توانند، رهبری کرده توانند، مردم را صاحبی کنند، دولت را صاحبی کنند، رشد دهند، ترقی کنند. دل پاک داشته باشید نسبت به ملت، نسبت به دولت. به ملت و دولت خیانت نکنید. شکر کردم آن را کار. سلامت باشید. شکر کردن در کار که ملت تاجیک صاحب دولت میشه کشورهای ابد کلی اعضای سازمان‌های بین‌المللی و یک آواز داره و این روز میشناسند، احترام میگذارند، پیشنهادهای ما را قبول دارند. شکر کنیم، شکرانه کردن در کار، تربیت کنیم، صاحبی کنیم. در عرصه بین‌المللی بازم آبروی ملت تاجیک، دولت تاجیک را بلند برداریم. دیگر همه این چیز میگذرد. امروز در منصب هستیم، نیستیم، امروز گشنه هستیم، پگاه سیر هستیم، دیگر هستیم، میگذرد. لیکن این چیز میماند. ملت هایی هستند که ده ها قریب 40-50 میلیون هستند. 60-70 سال شد برای صاحبی یک پارچه زمین شده مبارزه میلیون ها قربان شدند. برای همینم سرجم باشیم، متحد باشیم، جوانان را تربیت کنیم. می توانیم یک نفری را با راه درست هدایت کنیم، یک کادر جوان را تربیت کنیم. نمی توانیم کوشش کنیم که به ملت و دولتمان زیان نرسانیم. نسبت به دولت، ملت، وطن خود خیانت کردن در کار است. در یگان حالت خیانت کردن در کار است. مرگ در راضی شدن در کار او، مرگ در خیانت کردن در کار نیست. خیانت نه بنده میباشه نه خدا. خیانت کن. سلامت باشید. ما باید بین بد نیست سرجم و متحد باشیم. نعمت قیمتترین زندگیمان استقلال و آزادی را حمایت کنیم. دستاورد بزرگترین دوران استقلال صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باز هم تحکیم و تقویت بخشیم. ما باید همیشه و مخصوصا در لحظه های وزین و خطرزا متحد و با صبر و تحمل باشیم. از کم و کاستی های زندگی روح افتادن نشویم. دست یکدیگر را گیریم. دولت ملی خود را صاحبی کنیم
و وطن محبوبمان را آباد نماییم. باور داشته باشیم که آینده تاجیکستان درخشان و فردای زندگی مردم تاجیک آسوده و آباد است. بگذار استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه پایدار و مردم شرفمند تاجیکستان تا ابد سربلند و سرفراز باشند. بگذار استقلال و آزادی در دل هر یک فرزند با ننگ و ناموس تاجیکستان آتش مهر و محبت به سرزمین نیاگان و سرجمی و اتحاد را دائم فروزان نگاه دارد. بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، عزم وطنسازی و وطنداری و هدفهای نجیب سازندگی راهنمای آینده نیکی پیر و جوان مملکت باشد. پاینده و جاویدان باد استقلال و آزادی خلق تاجیک و دولت تاجیکان. جاویدان باد دستاوردهای بزرگ زمان استقلال، صلح و آرامی وطن، ثبات سیاسی جامعه و وحدت ملی مردم شرفمند تاجیکستان. زنده و جاوید باد دولت صاحب استقلال تاجیکان. پاینده باد ملت کهن بنیاد و تمدن ساز و صاحب معرفت و فرهنگ سالار تاجیک. تاجیکستان به پیش به سوی قله‌های باز هم بلند پیشرفت و ترقیات. جشن 30 سالگی استقلال و آزادی وطن مبارک باشد هموطنان عزیز.